تاکلات آقای یاوری دارن قطعا برای پیروزی وارد زمین میشن و خیلی خوب بازیکنانشون تهیج میکنن. از طرفی خب تیم پیروزی هم نیاز مبرم به این سه امتیاز داره که میتونه تاثیرگذار بشه بر بازی. خیلی متشکرم. خب مثل اینکه دوستان اشاره میکنم، من فقط یک گل مثل که همون دقیقه اول بازی هم گل داشتیم. میتونیم بریم دوستان به ورزشگاه حافظی شیراز. خیلی خب من فقط یه توضیح خدمتتون عرض کنم که در هفته 18 ذوب‌آهن تونس فریسپاسی رو شکست بده. الان میتونیم بریم سراغ بازی، میریم به ورزشگاه حافظی شیراز. گل هم ثانیه اول بوده مثل که. خدمت همه شما بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت و پرنشاط باشید. خدمت دوست عزیزم جناب آقای خیابانی هم عرض سلام و ادب دارم. اما هنوز هیچی شروع نشده. تیم پرسپولیس موفق شد دروازه فجر رو باز کنه. پرسپولیسی ها با گل ثانیه‌های ابتدایی غلامرضا رضایی 1-0 در حالی که مشاهده می‌فرمایید چگونه دروازه فجر رو باز می‌کنن و پیش می‌افتن روی پاس تودری که به غلامرضا رضایی رسید و او این چنین با ضربه سرکش خودش دروازه وحید شیخ فیسی رو باز کرد.